با این چی میتونم بخرم؟ اجتماع موهای قسمتی از بدن. یعنی چی؟ کلمه پشمام هنوز اختراع نشده. قربان شما چقدر پول داری قربان شما میتونین با نصف این یه زمین بخرین از اوایل رشت تا اواسط بندر عباس. تازه کیش و قشمم با من اشانتیون میندازین پشت قبالتون. قربان شما خیلی پول دارین. چاکرم. قربان چاکرم. خب بس دیگه. با این چی میتونم بخرم؟ خیلی چیزا عزیزم. یه یخچال ساید بای ساید، یه ماشین لباسشویی، یه دنسر. عزیزم دنسر دیگه میلرزونه. باشه دیگه چی؟ دیگه یه تلویزیونه 9853 اینچی با 7 تومنش هم میتونی بری یه فک کامل تو دنتال هورام کامپوزیت کنی. 70% آف گذاشتن. کامپوزیت یعنی چی؟ یه جور غذاست؟ نمیدونم اینجا نوشته. ببخشید من با این چی میتونم بخرم؟ با اون یه دونه پفک. البته جسارتا 2 تومن دیگه بر بذارید. اوکی. با این چی میتونم بخرم؟ چرا گریه میکنی؟ گوشیمو تو را زدن. اشکال نداره، منم 5 دقیقه پیش مدادم آوردم. تو با اون میتونی اشکاتو پاک کنی. حداقل یه دستمال بده با این. نه دستمال از اون خیلی گرون‌تره. دردونه جدا شو از زمین و آسمان، بیا تا سفر کنیم سوی نیوکانمان. قسم به کمبوجی و با چشم گربه ها، قسم به آین پاک نسل آریا، قسم به پیروزی نورش و ستم، قسم به کوش به بغض مردم وطن، به بند کتیبه حقوق بشر، به آرتومیس پادشاه همه دریاها، به بزرگی و شکوه در همه دورانها. توی نسل آریا